خیلی خوشحالم با ویدیو من حالتون خوب باشه. آقا من اومدم تو این ویدیو توضیح بدم که چطوری مورد وصیت رو می‌ریم به جاب لانچ. آقا اول کاری که رفته به جاب لانچ حالا من مسلم من 1.21 هست. حالا شما میتونید 1.21 خالی هم میشه بزنید. حالا وقتی که زدن شروع بازی تموم شد دانلود کردیم میایم بیرون کلا یه دونه کانال زدم آیدیش هم حالا توی دیسکریپشن میذارم. نگاه کنید اسم چنلم هست عمر اسکریتور. بیاید توی گروه بعد همون لینکی که اونجا دادم اینجا بزنید هم کل لینک دیگه نمیخواد این کار اینو پاک کنید اینو پاک کنید باشید داره میاد. نه داریم که میزن ضعیفی. خب آقا نگاه کنید این حتما یادتون باشه بذارید اون سایت مخصوص رایان. آقا میاد این گوشه هست دانلود میذارید توی دانلود اینجا هست یادتون باشه حالا نسخه‌ای که میخواین دانلود کنین اینا دنبال نسخه‌اش بگیرید. آقا یادتون باشه هم یه دونه فبریک دانلود کنید هم یه دونه خود. آقا وقتی که دانلود کردید حالا روش دانلود کردن حالا میزنید روی یه دونه فبریک حالا یک آقا کلا میاد بیرون حتما یادتون باشه تو تنظیمات مدیریت فایل این نمایش فایل ها رو فعال. آقا فعال کردید میرید روی دانلود دنبال گفتم یه دونه فورس دانلود کنید یه دونه فبریک. این دوتا رو که دانلود کردی میزنید روی کپی اندروید. حالا نه اول کار هنوز مونده من یادم. آقا حتما باید فورج باید داشته باشید تو جاب لانچر. فورج از تو گوگل اینا رو دانلود نکنید. این خود تو جاب لانچر هم فورج داره اون فورج ها لگه و جون باگه مثل نمیاد باشه ولی این نیست مثلا رو هم میدونید اینا اینجا ورژن انتخاب میکنید دیگه مثلا پایینش رو دیگه خودش مثلا میزه. آقا وقتی که زدین دانلود میشه اینجا میاید بیرون این علامت اینه زدید روی شروع بازی میرید تا چند تا حالا کنید الان اومد میزنید حالا کلا توقف کاری رو میزنید. آقا اومدید حالا اون چیزایی که میخوای فعال باشه فعال شد. آقا میاد روی ارزو دیتا تو لانچر فایل دات مایکرافت ماد اینجا اون دوتا هم فبریک رو بریزید هم فورجو که الان من دیگه ریختم دیگه نیازی نیست. خب آقا ریختی الان دیگه بریز کنم دیگه آماده شده احتمال خیلی زیاد. آقا وقتی که اومد ریسورس بر که اینا که ولی اون ستا این بخرم شما این فبریک مود برای خودتون بگید اینا کلاسی لاک آیتون وار میزنید. خب آمد حالا آقا اینو میزنید زدید منظر میتونید آقا میاد تو بخش کنترل این بیاید پایین اینا این وایس هست اینا بیشترش نگاه کنید اینا الان ریست بزنن اینایی که ریست کردن باید دکمه بزنید. اینایی که الان بزنید علامت ریست بزنید اینا با خودتون باید یه دونه درست کنید یه دونه افتار یه دونه اکنو یه دونه هشت شیست. آقا وقتی هم که تمام کردید دیگه تمام شد. خب این ویدیو من تمام شد. از این ویدیو خوشتون بیاد لایک و ساب کامنت در توی بعدی